سلام به بینندگان و شنوندگان فیلم‌های کوتاه مؤسسه تحقیقات امنیت ملی اسرائیل. در راستای توجیه مسائل مربوط به ایران، در این قسمت به روابط اقتصادی نابرابر بین ایران و چین می‌پردازیم. تحکیم روابط چین و ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی جلوگیری از فروپاشی اقتصاد ایران تلقی می‌شود که از سال 2018 با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای مشمول تحریم‌های بیشتری شده. تحکیم روابط در بحبوحه بحران کرونا اتفاق افتاد زمانی که دو کشور توافقنامه همکاری بلند مدتی را امضا کردند، اما در عمل به نظر می‌رسد که مشارکت بسیار محدود و عمدتاً نامتقارن دارند. با وجود فروش نفت ایران به چین و صادرات چین به ایران که جایگزین بسیاری از محصولات غربی می شود، چین پاسخی برای اکثر مشکلات اقتصادی ایران از جمله نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ارائه نمی‌دهد، در حالی که با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران هیچ جایگزین واقعی به جای چین وجود ندارد. چین نیز به نوبه خود از این موقعیت برای نفوذ از طریق تجارت و خرید نفت با تخفیف‌های قابل توجه استفاده می‌کند. یادآوری می شود زمانی که شرکت‌های غربی در دهه 2000 با اعمال تحریم‌های اقتصادی ایران ترک کردند، چین در ایران ماند و حتی نفوذ خود را در آنجا گسترش داد. در دوره پس از اعمال تحریم‌ها، تلاش رئیس جمهور وقت روحانی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به کشورش و باز کردن بازار ایران به روی بازیگران غربی بود. اما همانطور که گفته شد، با تشدید تحریم‌ها غرب از ایران دور و چین به ایران نزدیکتر شد. با این حال تاکنون مشخص نیست که دو کشور آیا واقعاً توافقی را که امضا کرده‌اند اجرا می‌کنند یا نه، چون به ایران چین کمک می‌کند سرش را بالای آب نگه دارد، اما از بیشتر پتانسیل هایی که بازار ایران به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند استفاده نمی‌کند و اجازه توسعه اقتصادی چشمگیر را به ایران نمی‌دهد. برای این میتوان گفت که چین در حال انجام یک دو دوزه بازی است که این کشور را ملزم نمی کند پلهای خود را با غرب و به ویژه آمریکا بسوزاند، اما در عین حال به ایران اجازه می دهد تا رژیم تحریم‌ها را دور بزند و از نظر اقتصادی دوام بیاورد. ادامه وابستگی ایران به چین و بازار کالاهای چینی و منبع اصلی انرژی منافع پکن را به خوبی تضمین می کند. از دیدگاه چین 3 دلیل عمده برای تحکیم روابط اقتصادی با ایران در زمان کنونی قابل ذکر است. انرژی: برای سالهای متمادی چین خاورمیانه را به عنوان منبع اصلی تأمین نیازهای انرژی خود می‌دانست. نفت ارزان و در دسترس ایران را در دوران تحریم بیش از پیش جذاب کرده است. سختی صادرات نفت ایرانیان را ایجاب می‌کند که آن را با تخفیف 10% زیر قیمت بازار بفروشند. بازار کالاهای چینی: چین با همه کشورهای جهان از جمله کشورهای تحت تحریم، کره شمالی، روسیه و ایران روابط و تجارت دارد. این کشورها حتی در غیاب رقابت در بازار برای صادرات کالا در اختیار چین بازار خوبی قرار می‌دهند. اگرچه شرکت‌های بزرگ در چین از تحریم‌های آمریکا می‌ترسند، اما با گذشت زمان راه حلی پیدا کردند که به آنها اجازه می‌دهد با کشورهایی که تحت رژیم تحریم هستند تجارت کنند. داده‌های صادرات چین به ایران نشان می‌دهد که صادرات این کشور بسیار متنوع است و بخش‌های زیادی را شامل می‌شود. این در حالی است که داده‌های ارزشی کالاها نشان می‌دهد که 70% صادرات چین به ایران بر اساس 3 دسته اصلی است. اول، وسایل نقلیه و قطعات یدکی. این خودروها حدود 1/4 صادرات است. دوم، ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی از جمله پمپ‌ها، دیگ‌های گرمایش و موتورهای پیستونی. و سوم، محصولات الکترونیکی. عدم تقارن اساسی بین دو کشور به وضوح در داده‌های تجاری مشهود است. سهم واردات ایران از چین فقط بیش از 15% از کل واردات ایران در 2023 را تشکیل می‌دهد که 65 میلیارد دلار بوده. در مقابل صادرات چین به ایران تنها 0.3% از کل صادرات کالاهای چین در سال گذشته است که بالغ بر 3.38 تریلیون دلار بوده. به عبارت دیگر، ایران فقط یکی از بازارهای کالای چینی است. حجم صادرات نفت ایران به چین پس از بحران‌های کرونا افزایش چشمگیری داشته و در مقایسه با دوران قبل از کرونا نیز زیاد بوده است. حجم صادرات نفت از 118 میلیون بشکه نفت در سال 2020 به 441 میلیون بشکه در 2023 افزایش یافته. در واقع چین در 2023 به طور متوسط روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده و در نیمه اول سال 2024 این روند ادامه یافته
و چین در حال حاضر حدود 1,380,000 میلیون بشکه نفت در روز از ایران وارد می کند. بنابراین ایران کاملا به چین به عنوان بازار نفت تولیدی خود وابسته شده است. بهبود چشمگیر روابط اقتصادی بین کشورها تا حد زیادی به ترتیبات سیاسی بین ایران و کشورهای غربی و در درجه اول ایالات متحده بستگی دارد که امکان لغو تحریم‌ها یا کاهش تحریم‌ها را فراهم کند. از سوی دیگر اجرای رژیم تحریم‌ها از سوی آمریکا در زمینه صادرات نفت ایران به چین نیز آسیب‌هایی را به روابط اقتصادی دو کشور وارد می‌کند. هرچند تردید وجود دارد که آیا آمریکا و دیگر دولت‌ها در حال حاضر می‌توانند تبعات بیشتری از رژیم تحریم‌ها را به چین تحمیل کنند. این بود قسمتی دیگر از پادکست ندایی از ایران.